سلام دوستان، با کانال کتاب خوش آمدید. میشه زمانی که ما کارهای خطا میکنیم و حتما جواب این کارهایمان رو میگیریم، اما بعضی از این خطاها طوری هستند که نتیجه آن زود به سراغ ما میآید و ما زود جواب آن رو میگیریم. در این ویدیو یک جهت تماشا میکنیم این لحظه های خنده آور جالبی را که آدم ها زود از کار خود پشیمان شدند. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن رو فراموش نکنید. بریدن درخت کاری هر کسی نیست. برای اینکه درخت بریده شده به طرف موردی نظر بیافتد باید از همان طرف اره کرده شود و البته 3 آدم وزن یک درخت کلان رو برداشته نمیتوانند. معلوم نیست که این 3 مرد با خود چی فکر میکردند. حالا خوب شد که سقف خانه چپه نشد. آیا آنها انتظار بودند که این درخت کلان را با ریسمان به طرف خود کشند؟ این فکر در حقیقت احمقانه است. از ظاهر این دختر معلوم است که این نوشاکی عموما خوشمزه نبوده است. قبل از آنکه چیزی رو می نوشید حتما به ترکیب آن توجه کنید و از سبب بی اهمیتیش بیچاره نمک را خورد. و فکر شما بهترین راه برای سلقین شدن در روزهای گرم تابستان چیست؟ دراز کشیدن روی دیوان در روی آبی حوض شاید ایده نغز باشد و البته اگر شما در روی آن دیوان نشسته توانید و چپه نشوید. وقتی آدم یک لباس نو یا یگان وسیله نو میخرد میخواهد که در نزد آینه یا در نزد کامera آن را پوشیده بیند. این دختر بیچاره هم همین کار را میکند اما نتیجهش خیلی بد میشود. با فکر شما عیب تسمه بود یا عیب دختر؟ شاید تسمه خطایی بوده است. شاید شنیده باشید که بعضی از کارها رو نباید در خانه کنیم. مثلا توپ بازی کردن در حوله خانه سبب شکستن تریزه ها می شود. این هم عاقبت گلف بازی کردن در گراج است. شیشه ماشین عجایبات شکست. حالا با این مرد نگاه کنید که در نزد همه شرمنده شده است و لباسش هم تر شده است. با این لباسی تر مجبور است که تا بگاه بگردد. دلم خیلی برایش سوخت. باید کسی به این مرد بگوید که میدانیم که تو با قوتی اما آهسته تر کار کن. البته اینجا معلوم است که عیب در بوده است اما به هر حال ضرر در شکسته شده را این مرد باید پرداخت کند. یک روز آفتابی و چند نفر دوست در یک لاتکه نشستند و میخواهند شامپانسکی نوشند. از این بهتر چی میشود؟ اما یگان کس نبود به این دختر بگوید که شرط است که تو آن شیشه را در لب آب کشایی. دلخوشی همه را برباد دادی. لقب خوش‌طالع ترین آدم دنیا را باید به این مرد دهیم. او می‌خواسته است که توپ بسکتبال را از درونی تور برآورد اما کفش خودش در آن بالا محکم می‌شود. بیچاره در نزد همه شرمنده می‌شود. خیریت که کفش دومش هم در آن بالا محکم نشد. با فکرم اینجا یگان رستورانی مخصوص است که میزهای آن میچرخند. اینجا خوراک خوردن خیلی مشکل است و چنانه که میبینید این مرد خوراکش را بر روی پایش ریزانده است. در این رستوران حتی چراغک پاوک هم خوراک خوردن نمیتواند. صحنه بار کردن ماشین‌های خیلی مخصوص و یا ماشین‌های کهنه رو دیده اید؟ مثلا در اینجا یک ماشین فورد موستنگ سال 1965 رو می‌بینیم که خیلی ظاهرش زیباست و حتی نرخ آن را گفته نمی‌توانیم. حالا ببینید که راننده چه خیلی آن را به درونی کم‌از بار می‌کند.
از سال 1965 تا حال آدمان زیادی کوشش کردند که این ماشین همیشه نو و زیبا باقی بماند، اما این راننده در یک ثانیه آن را برباد داد. یکجا کردن آشپزی با پینگ پونگ نتیجه خوبی نمیدهد. نتیجه کارش این شد که بلینچی که بیچاره پریده به هوا رفت. به سبب نیست که میگویند که وسیله های بازی درون پارک برای کودکان است، نه برای کلانسالان. این دختر هم کاری میکردگیش رو کرد و حالا ترسیده از آنجا گریخت. تا حال شده است که دستتان رنگی شود و با یگان راه آن را تازه کردن نتوانید. داستان همین دختر هم همین گونه است. این دختر که صورتش را با این رنگ‌آمیزی کرده است مجبور است که چند روز با همین رنگ بگردد. اما اگر همین حادثه برای شما روی داد می توانید که رنگ را با واسطه روغن یا رسوریتل تازه کنید. در هر یک ماشین یک قسم خردکک با نام آینه وجود دارد، اما راننده این ماشین به فکرم به آینه اخلاص نداشته است. اما به هر حال این ماشین چقدر با قوت بوده است که با این ضربه سخت تماما یگان جایش آسیب ندید. آدمی را دیدید که نه گالف بازی کرده میتواند و نه توپ را با پایش زده میتواند. حالا مجبور است که یک لنگه به خانه اش رود. اگر به درون زمین درآید آنقدر با او توپ میزنند که گویا در میدان جنگ ایستاده است. حالا اینجا این زن را ببینید که چنان با باوری شیشه را میکشاید که نوشاکی همه‌اش بر روی خودش میپوشد. بله، این بهترین خاطره برای روزی تولدش می شود. اگر به واسطه ریسمان پریدن خواهید باید به دو چیز اهمیت دهید. اول آنکه ریسمان با قوت باشد، دوم اینکه قد ریسمان بلند باشد، وگرنه مثل این دختر مثل موشی در درون آب زده می شوید. I can't do anything, can I? Oh my god! Oh my god! Oh my god! چخیر از روی کوپرو گذاریم. گذشتن از روی یک چوبی باریک عموما ایده خوب نیست، مخصوصا اگر ورزشکار نباشه. این بیچاره خیلی شرمنده شد، اما خوشبختانه با پا به درون آب افتاد و آسیبی هم ندید. اینجا کلانسالانی رو میبینیم که قسم کودکانه اشان خیلی فعال است و برای این وسیله نشسته آن را شکستند. این ویدیو نشان می‌دهد که آدم نباید تنبل شود و اگر بارش خیلی زیاد است آن را به دو قسم تقسیم کند. به خاطر تنبل بودنش حالا مجبور است که کارش را دوباره تکرار کند. باید قبول کنیم که این خیلی موقعیت‌های شرم‌آور برای همه ما پیش آمده است و آدم در این حالت خودش را گم می‌کند. این مرد با یک ضربه توانست که تمام این دیوار را چپک کند و در حقیقت خیلی با استعداد بوده است. اگر خواستید که در روزهای گرمی تابستان یخماسک خورید، پس توجه کنید که این حادثه برایتان روی ندهد. تا حال با این گونه توپ‌ها مشق کرده اید و فکرم این جوان بار یکمش است که با این توپ‌ها مشق میکند. در آخر سمکه هم به سرش میافت. صد% و شما باوری میدیم که در این حالت باید لبش را پرتز کنند و فکرم برای برآوردن لبش از درون این بقلشکه باید یاری اولیه را جیغ زنند. در روزهای زمستان لغزیدن بر روی یخ خیلی جذاب است، اما کسانی که با ماشین لغزیدن میدانند که یگان جذابیت ندارد و آدم را تا درجه مرگ میترساند. ماشین بیچاره را بینید که با یک لغزش تماما ویران شد.
این بیچاره میخواست که استعدادش را نشان دهد و تلفنش را به دریل چسباند تا اینکه ویدیوی خوبی ثبت کند. اما با فکرم که تلفن را سخت به دریل نچسبانده بود. با فکرم یک کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن این آتش کفایه نباشد. خدا را شکر که در وقت علنگه گرفتن آتش آنها در نزدیکیش نبودند وگرنه حتما آسیب می‌دیدند. شاید شنیده باشید که میگویند برای زیبا شدن باید عذاب کشید. اگر این گپ درست باشد پس ساختن این نمود آرایشی مو حتما یک عذاب به حساب می رود. من اگر دوست این زن بودم با او یگانجا تماشا نمی رفتم. او را ببینید که چه خیل به طرز خنده آور همه جا را شکسته برباد داد. اینجا اتوبوسی را می بینیم که چپه شده است و ماشین آوردن تا اتوبوس را راسته گردانند، اما نتیجه کار دیگر خیل می شود. خیریت که کسی در روی اتوبوس نبود و آسیب ندید. حالا باید 2 ماشین دیگر بیارن تا این 2 بیچاره چپه شده را بردارن. تشکر که تا آخری برنامه با ما بودید. امیدواریم که برنامه به شما پسند آمده باشد. برای بخبر نماندن از برنامه‌های نوبتی ما با کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.